سلام عزیزای دلم. امروز و توی این جلسه قراره که اصلی ترین وسایلی که ما برای این دوره میخوایم یعنی پودرمون رو بهتون معرفی کنم. اینجا الان شما 3 تا مدل پودر میبینید که من میخوام هر کدومش رو بهتون توضیح بدم و بگم مثلا کدوم برای چه کاریه. این 2 تا جفتش یه مدل پودره، اینم یه مدل دیگه پودره. و اینکه ما برای این کلاس من جفتش رو میخوام بهتون یاد بدم، یعنی اینکه جفت این پودرا وقتی که ما باهاش کار میکنیم چه شکلی میشه، وقتی کارمون خوش شد از قالبمون اومد بیرون و اینکه موارد استفادهش چیه. بعد هر کدوم از اینا باز اون نسبت اختلاطش خیلی فرق میکنه. همه اینا رو میخوام تو کلاس بهتون بگم. حالا الان شاید همین الان واسهتون سوال پیش بیاد که چرا من دارم با 2 تا پودر کار میکنم. اولا به خاطر اینکه میخوام آموزش ها خیلی کامل باشه، پکیجتون خیلی جامع باشه. اگر شما احیانا یه پودر رو پیدا نکردین بتونین با اون یکی پودر کارتون رو راه بندازین. و اینکه میخوام جفت یعنی بیسای بتونی رو بهتون یاد بدم. اگر شما برین تو بازار و بگین که من میخوام یه کار بتونی بسازم، انقدر به شما پودر بتونی معرفی میکنن که اصلا شاید شما گیج شین و اصلا ندونین که حالا کدوم پودر رو باید بخرین و چی کار باید بکنین. ببینید پودرایی که بیسشون بتونه یعنی پایشون بتونه و از یه سری مواد به اضافه بتون ساخته میشن، پودرای خیلی زیادی هستن، کاربردشون هم مختلفه. یه سریا برای کار ساختمونی استفاده میشن، یه سریا برای کار جاده سازی استفاده میشن، یه سریا جنبه تزئینی دارن، یه سریا برای روی دیوار استفاده میشن. خیلی کاربرداشون متفاوته. ولی 2 مدل از پودرای بتونی هستن که ما تو کار هنری میتونیم ازشون استفاده کنیم. تو کل ایرانم بگردین فقط همین 2 تا مدل پودر بتونی هست که برای کارهای بتونیمون ما استفاده میکنیم. پس هر پودر بتونی که اسمش میاد و بریزین دور و این 2 تا پودری که من توی این جلسه بهتون میگم رو با دقت روش تمرکز کنین، در موردش نوت برداری کنین و وقتی که میخواین بخرین یا هر 2 تا مدل اینا رو بخرین یا یه دونه رو بخرین واسه شروع کارتون. و حالا منم که انقدر زیاد خریدم اصلا شما نیاز نیست انقدر زیاد بخرین. من الان این پودر من 2 تا بسته 3 کیلوییه. خب شما مثلا میتونید از یه بسته 500 گرمی هم شروع بکنین کار بزنین، یعنی اگه یه انقدر پودر هم بخرین واسه شروع کافیه. این پودری که اول من در مورد این پودر توضیح میدم. این پودری که الان شما میبینید من 2 تا بسته هم ازش دارم، اسمش پودر بتون پلیمری هست. پودر بتون پلیمری انواع مختلفی داره، یعنی انواع مختلفی که نداره، رنگای مختلفی داره و در واقع ما 2 تا بتون پلیمری داریم. یه سری از بتون پلیمری ها این بتونایی هستن که برای کارهای خیلی مقاوم مثلا ساختن پل‌ها ازش استفاده میشه. استفادهش کاملا صنعتیه، به هیچ عنوان تو هنر نمیتونیم ازش استفاده بکنیم و اونا اصلا دستگاه‌های خاصی میخواد، ابزارالات خاصی میخواد که تو کار شهرسازی و کار صنعتی بزرگ ازش استفاده میشه. پس اونم بندازیم کنار. یه بتون پلیمری هست که مخصوص کار هنریه، ما اینجا ازش استفاده میکنیم. حالا چرا بتون پلیمری؟ چون خیلی به صرفه است. یعنی الان این 3 کیلوه، من اومدم یه بسته 3 کیلویشو خریدم 58,000 تومان و من با همین 3 کیلو میتونم بالای 30 تا کار بزنم. به خاطر همین خیلی به صرفه هست. این بتون پلیمری فقط یعنی تنها چیزی که به ما میده اینه که انواع و اقسام کارها از ظرف بگیریم تا مجسمه، همه اینا رو ما میتونیم باهاش بسازیم. رنگ پذیریش بسیار خوبه، کار کردن باهاش راحت تره و اینکه این بتون پلیمریا مقاومن. ببینید این که من میگم مقاومه، اگر مثلا شما باشی ظرف بسازیم خب بهش ضربه بزنیم با چکش ظرفتون میشکنه، ولی مثلا اگه احیانا دستتون افتاد ممکنه یه کوچولو ترک برداره، یعنی نسبت به همه پودرایی که توی بازار مقاوم تره. به خاطر همین ما بهش میگیم مقاومه. یه خوبی خیلی بزرگی که بتون پلیمریا دارن اینه که رنگیه. یعنی شما مثلا میخواین یه کلکسیون ظرف بسازین، میخواین یه سری ست بسازین و میخواین فقط رنگ اون ستتون سفید خالص باشه، توسی خالص باشه، صورتی خالص باشه. حالا ما بریم
تو جلسات جلوتر میبینیم وقتی که ما بیایم از ترکیب رنگ استفاده کنیم، حالا چه بخوایم رنگ آمیزیش کنیم چه از ابتدا بخوایم به کارمون رنگ اضافه بکنیم، خب مثلا وقتی من میخوام یه ظرف یه ست صورتی بسازم، ممکنه مثلا وقتی کاستم و میسازم با لیوانم وقتی میسازمش این دوتا با هم فرق کنن، مثلا یه درجه اختلاف رنگی داشته باشن، چون من دارم چشمی رنگم رو اضافه میکنم و به هر حال خیلی متفاوته. هیچ وقت دوتا ظرفی که میسازم دقیق هم رنگ هم در نمیان وقتی من بخوام بهش رنگ اضافه بکنم. ولی اگر شما بخواید واسه ستتون مثلا یه ست صورتی رو بسازیم، خب از اول میریم بتون پلیمری صورتی میخریم، کل ست شما یه رنگ در میاد. یعنی یکی از بزرگترین استفاده های بتون پلیمری توی کار هنری همینه. اگر پس همینجا دارم میگم اگه فکر میکنین میخواین از ابتدا ست ظرف بسازین و خیلی براتون مهمه که همش تک رنگ باشه، یک رنگ باشه و اون درجه رنگیش واسهتون مهمه، با توجه به سلیقه خودتون، با توجه به علاقه خودتون برین همون رنگ بتون پلیمری که میخواین رو بگیرین. همه رنگاش هم هست، از سفید بگیرین تا سرخابی، صورتی، نمیدونم زرد، سبز، همه رنگاش هست. من توی این کلاس 2 تا رنگش رو گرفتم. یکیش سفیده چون یه سری ترکیبای رنگی میخوام توی این بهتون یاد بدم که خب سفید خیلی 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 لازمه و ما فقط با سفیده که میتونیم این افکت‌ها رو در بیاریم. مثلا شما بخواید با زرد در بیاریم خب افکتاتون در نمیاد. یه دونه هم توسی گرفتم. توسی رنگ خود بتونه و حالا اگه دقت کنی من اینو بهتون بگم که واسه شمایی که میخواین کار کنین و با این کلاس پول در بیارین خیلی مهمه. به هر حال بعد از اول با یه تفکر بیزنسی بریم جلو دیگه. یعنی از اول باید به فکر این باشیم کارهای درست کنین که پرطرفدار باشن. توی کار بتونی اگه بخواین رنگیشو بزنین، حالا سلیقتون رو بزنین کنار، بعد از رنگ سفید رنگ توسیش خیلی پرطرفداره. یعنی من میبینم خیلی ها هستن که مثلا حتی دوست ندارن که کارشون سفید باشه، دلشون میخواد کارشون دقیقاً رنگ بتون و توسی باشه. به خاطر همین توسیش خیلی پرکاربرده و من توسی هم گرفتم باهاش کار بکنم، بهتون آموزش بدم تو کلاس، شما توسی هم ببینین. اگر خواستین رنگی بخرین واسه شروع رنگ توسی رو بخرین، امتحان بکنین، چون هم خیلی 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 پرطرف داره و همین که کار قشنگ ذاتش بتونی میشه، قشنگ رنگ خود بتون میشه و شما میبینید که چقدر باحال میشه. با توسیه که کار کردین بعد بره رنگ‌های دیگر رو بخرین دیگه. مثلا زرد و توسی که فرقی نمیکنه، فقط رنگاش فرق میکنه، تکنیکاشون همش یکیه. سفیدم که اگر بخرین خب من یه سری تکنیک، مثلا تکنیک آی بهتون یاد میدم، نمیدونم تکنیک زیرو یاد میدم، اینا همش با سفید قابل اجراست. خب بنابراین سفیدم نیازتون میشه و هر دوتا رو خیلی کم بخرین. مثلا شما یه 500 گرم سفید بخرین، 500 گرم هم توسی بخرین کافیه واسه کلاس شما. هر کدوم هم میخواد مثلا هزینهش بشه حدود مثلا 20 تومن دیگه، خیلی بخواد گرون بشه دیگه من فکر کنم مثلا با 10-15 تومن میتونین اینا رو بخرین. این بود از بتون پلیمری ما. پس این بتون پلیمری مخصوص کار هنریه. توی مقاومتش از همه پودرایی که برای ساخت کار هنری استفاده میشه خیلی خیلی بالاتره. ببینید اینو ما بهش میگیم ضد آبه، یعنی در حد اینکه شما مثلا یه ظرفی بسازین، یه کاسه بسازین، بخواید ببرین زیر شیر آب و کاستون رو بشورین، این پودر ضد آبه. ولی بخوای یه گلدون بسازی که 24 ساعت توش آبه، این ممکنه یه کوچولو اذیت بشه که باز اونم من بهتون یاد میدم چی کار بکنین که برای گلدون و اینا که کاملا ضد آب بشه. ولی تو بازار به اینا میگن ضد آبه، ولی ما برای ضد آب کردنش تا اون تهش، یعنی تا اون درجه آخرش که ضد آب بشه، یه مواد دیگه میخوام که من بهتون توضیح میدم چیه. این شد از بتون پلیمریمون. حالا اینا میرن کنار، پودر ما میاد. این پودرمون رو بچه‌ها پودر هنری دلتا هست، پودر صنعتی دلتا هم بهش میگن. پودر بسیار مقاومیه و باز بیس این پودر ما بیسش بتونیه. یعنی چی؟ یعنی از ترکیب این بتون پلیمری با یه سری مواد دیگه به وجود اومده که شده دلتا و با بتون پلیمری فرق میکنه. حالا بریم جلو میبینید نسبت اختلاطش نسبت به بتون پلیمری فرق میکنه. مقاومت این پودر دلتا
در برابر ضربه نسبت به پودر بتون پلیمری بیشتره. یعنی شما اگه یه ظرف بسازین مثلا از همینجا که میز منه بیفته پایین، فقط ممکنه یه کوچولو لپر بشه، یعنی اصلا اینکه بشکنه نصف بشه امکان نداره. خب مقاومت یه کوچولو بیشتره. این رو هم باز مثل همین ضد آب بودنشون عینه همه، ولی مقاومتش بیشتره. و حالا شما الان شاید بگید خب الان ما کدومو بخریم؟ هر سه تا پودر رو بخریم برای کلاس؟ نه، اگر که حالا هزینه‌اش براتون مهم نیست هر سه تا رو بخریم، مسئله‌ای نداره. اگه بحث هزینه است واسهتون میتونیم 500 گرم پودر دلتا بخرین. 500 گرم، چون پودر دلتا، اینو من اول بهتون بگم، پودر دلتا فقط سفیده، اصلا رنگی نداره، یعنی مثل بتون پلیمری نیست که رنگی داشته باشه، این فقط سفیده. پس بهتره اگر میخواین پودر بخرین 500 گرم 1 کیلو پودر دلتا بخرین، 500 گرم 1 کیلو هم پودر بتون پلیمری رنگ توسیشو بخرین. اینجوری هم یه پودر سفید دارین هم یه پودر رنگی دارین، از اون ورم هم با پودر دلتا کار میکنین هم با بتون پلیمری، جفتش میاد دستتون. بعد که کار زدین تمرین زدین، حالا در ادامه خودتون میرین جلو و میبینین که اصلا با کدوم دوست دارین کار کنین. یعنی یه سری چیزا هم قلق دیگه میدونین وقتی شما تو کلاس میرین جلو، مثلا یهو من میبینم، یعنی همچین ایمیلای میگیرم همیشه از هنرجو، مثلا به من میگین مهرارا جون من اصلا با پودر بتون پلیمری راحت نیستم، میتونم با دلتا کار کنم؟ اون وقت من میگم آره چرا که نه، دلتا رو من بهت یاد بدم. یا برعکسش میگم من با دلتا راحت نیستم، میخوام با بتون پلیمری ها کار کنم. یعنی من اول کلاس همیشه بهتون حق انتخاب میدم. حالا علاوه بر اینکه تعداد تکنیکایی که من توی این کلاس بهتون یاد میدم بیشتر میشه، چون ما 2 تا متریال اصلی داریم، حق انتخاب دارین دیگه خودتون. یعنی خودتون میتونین انتخاب کنین با جفت پودرا کار کنین، با یک کدومش کار کنین، با کدوم راحت ترین. این همیشه حق انتخاب شما. و اگر احیانا یکی از این پودرا پیدا نشه، اون یکی همیشه هست که باهاش کار بکنین، یعنی لنگ نمیمونین هیچ وقت. این از این. واسه همین 2 تا پودر معرفی کردم. ولی خب اگر از نظر تکنیکالی بخوام بهتون بگم، چون این پودر یک کوچولو مقاوم تر بوده در برابر ضربه و شکنندگی، من اینو آوردم تو کلاس که پودر خیلی مقاومم بهتون معرفی کنم. و اینم چون رنگ داشت، مخصوصا من میبینم مثلا بچه‌ها خیلی ست میزنن، مثلا سینی، نمیدونم بشقاب، کاسه، مجسمه، همه اینا رو یه ست میزنن میخوان یه رنگ باشه. این بتون پلیمریای رنگی خیلی به کارش اومد، واسه همین من 2 مدل پودر بهتون معرفی کردم. این بتون پلیمریا رو میتونین از دیجیکالا بخرین. این پودر دلتا رو هم میتونین از پیج زرین سم بخرین که حالا من تو توضیحات همین کلاس براتون میذارم لینک پیجشو، میتونین از اونجا بخرین. و اینم از 2 تا پودری که ما داریم. و حالا میریم جلوتر، نحوه استفاده از این پودر رو بهتون یاد میدم، توضیحاتش رو به صورت کامل بهتون دادم. و لطفاً نوت برداری کنید از این جلسه و برای خودتون بنویسین که هر 2 تا پودرای ما پودرای بیسشون بتونیه، یعنی اون بالا واسه خودتون اول بنویسین پودرهای این کلاس، بعد بیاین زیرش یه فلش بکشین بنویسین بیس بتونی، بعد این بیس بتونی رو به 2 قسمت تقسیم کنین، یکیش میشه پودر دلتا، یکیش میشه پودر بتون پلیمری. بعد حالا بیاین بنویسین بتون پلیمری ما رنگی هست، استفاده ازش یه مقداری راحت تره، ضد آب هست و ضربه پذیریش هم زیاد هست. ولی پودر دلتای ما استفاده ازش یه کوچولو سخت‌تره ولی مقاومتش بیشتره، رنگی نیست، فقط سفیده. یعنی دونه دونه این خصوصیات رو بنویسین برای خودتون که در ادامه کلاس وقتی ما میریم جلوتر یا حتی بعداً مشتریتون ازتون میپرسه خب این ظرفی که شما واسه من ساختی از چی ساخته شده، این ظرفی که شما واسه من ساخته چه خصوصیتی داره. وقتی مثلا شما با پودر دلتا میسازه دیگه میتونی به مشتریت بگی ضربه پذیریش خیلی کمه، شکنندگیش خیلی کمه، اگر دستتون بیفته در جا نمیشکنه. یعنی همه اینا رو میتونیم به مشتریتون توضیح بدیم و تو اون پرزنت کردن کارتون که حالا من تو کلاس اشتغال زایی بهتون توضیح دادم خیلی کمک میکنه. مشتری متوجه میشه که شما قشنگ میدونین چی کار کردین، چی ساختین و کاراتون هم خیلی تمیزتر در میاد. بریم سراغ جلسه بعدیمون.